Audio اینک بیایید امروز چون در سالگردی کمال خوجندی قرار داریم در مثال انا این نمود گوییم انگاره میتونیم به خود هر گونه پیج یا لوگوتیپی در وورد ساخته باشیم. بیایید وورد رو فعال میکنیم. مقصدی امروزه نمایش ما آن است که شما میتونید طریق وورد چنین انگاره ها رو ساخته باشید. البته اگر شما خواهید این چیز رو کسبی ساخته باشید مخصوص برنامه ها هست برای این چیز رو ساختن، برای مثال کورل درو یا فتوشاپ. اگر شما بگوییم وقتی کوتاه دارید و حالا کورل فتوشاپ رو نمیتونید، میتونید طریق امروز راه های در نمایش نشان داده مسئله رو حل کرده باشید. نک وورد رو فعال نمودیم و اینجا با ما لازم است چه میبینیم دوره، یعنی ما اینجا میگذاریم به вставка فیگور انتخاب میکنیم اول و اگر ما با پخش کناپی شیفت اول رو کشیم چه میبینید اولی ما کوادرات با راپورت های درست میشوند. خب اون یکم چیز در علاوه ما میتونیم داریم، یعنی چون ما عکس را کشیدیم رسم را گرفتیم و ما فرمت یعنی вкладки نو کشیده میشود. از اینجا میگذاریم به заливка фигуры انتخاب میکنیم рисунок و автономная работа و اگر البته ما داشته باشیم عکسی کمال خوجندی یا دیگر نمود به عکس که عکس خودتا میتونید آن را انتخاب کنید و چون میبینید در درون دوره شما این عکس جایگزین میشه. ادامه میدیم. در ادامه به ما باز یک دوره کلانتر لازم، باز یک دوره میکنیم вставка فیگور باز یک اول شیفت پخش کرده باز یک اول و چون میبینید این اول به پیش گذشت. برای آن را به عقب گرفتن در آن انتخاب میکنیم правой кнопкой мыши یعنی کناپی راست مش و انتخاب میکنیم на задний план. انا خب بیایید رقم ها رو یعنی به فیگوری خود اندازه میگذاریم. برای مثال 575 575 و اندازه این فیگوره ها ما 48 48 یعنی میتونید از اینجا آن رو تغییر داده باشید. اینک جای اساسی میگذاریم вставка یعنی ما باید متن اینجا همراه کنیم word art و یگان نمودی این متن ها رو میگیریم. برای مثال این متن رو و اینجا می نویسیم متن خود رو. برای مثال 700 سالگی شاعری شیرین کلامی تاجیک. شاعری شیرین تاجیک و اینجا متن داریم و این متن رو ما میتونیم از اینجا رنگ دهیم، یکم رنگ دیگر انتخاب کنیم. خب رنگ دیگر انتخاب کنیم و اینجا کنتور یعنی گرانیته آن رو دیگر کنیم برای مثال و رنگ گرانیته رو دیگر کنیم. انا کنون اینجا انتخاب میکنیم یعنی برای آن که ما متن رو چنین دوره سازیم اینجا بیایید سر اول شریفت رو اندک دیگر میکنیم. برای مثال انتخاب میکنیم شریفتی پلاتینو این تاب مثال خیلی برای این کار مفید است. شدنیم فرمت افکت و اینجا هست افکت преобразовать. چون میبینید اینجا بسیار نمودی افکت ها هست. خب و میتونیم یکی از آن را انتخاب کنیم. انتخاب میکنیم مثلا این فیگور رو. خب فیگور رو انتخاب کردیم. برای اینجا جای نمودن به اندک میکنیم
خب میکنیم. همچنین اینجا میبینید ما میتونیم کروک ما رو تغییر داده باشیم. کروک خب و اینجا حالا بیایید به کنتور میکنیم برای متن رو تازه تر بدم. размери گویم شريفت رو آنلاق میتونیم کلان کنیم و چون میبینید کلان کنیم گویم از سبب کروک بودن او به طرف خردی میراد و ما میتونیم با خورد کردنی هم گویم شريفت چیزی رو تغییر دهیم. کروک رو میکشیم با انتخابی چنین فیگوره ها. چون اینجا میبینید نمودی فیگور نیز بسیار است و از دلخواه آن استفاده کرده ما میتونیم این مسئله خود را حل کرده باشیم. خب برای همون وقتی ساختن متن دقت دهید که کدامی از این متن ها به شما راست میآید. خب کردیم. و برای گویم دوام کار رو دیدم به این حال این فیگوره رو ما میتونیم کپی استفاده کنیم و علاقه اینجا دوی متن ما این کمال خود جنده میشد با حرفای کلام. خب و علاقه فیگوری ما نه به طرفی بالا بلکه به طرفی پایان تاب میخورد. خب چقدر مونده اینچنین میتونیم این دو دایره چه رو بیاریم. اینجا یک دایره چکشیده. خب و میتونیم رنگ آن را سفید کنیم. برای به متن نزدیک شدن کنتور آن را سرخ میکنیم، آن را کپی میکنیم، استعمال میکنیم و این طرف میاریم و انا اون فیگوری که در قفا هست باید متن را اندک طرف میگیریم و متن را دیگر کرده و میتونیم به اون فیگوری که اساسی ما که رنگ آن کبود است با او نگام نمودی بگیم دیگر نظم کرده باشیم. برای مثال ما میتونیم اونجا اسب ما زور لینیه. البته این با خواهی شما. خوب متن ها رو جا به جا میکنیم، دوی متن رو نیست جا به جا میکنیم و اگر شما خواهید که از یک فیگور به دیگر فیگور گذارید و با استریل چنان گذاریش کرده باشید میتونید طریق تب از یک فیگور به دیگر فیگور چیکار کنید گذاشته باشید. شیفت و هر یک فیگور ما میتونید انتخاب کنیم و این گویم یک راهی آسان و ساده ساختن گویم که انگاره در ورد می باشد. برای کار دوستان شرح ها را نویسید.